تئوری عجیب درباره انیمیشن لاک‌پشتای نینجا چیه؟ خب امروز اومدم با یه تئوری عجیب درباره لاک‌پشتای نینجا. اونم تئوری این میگه که زمانی که استاد اسپرینتر در واقع با اون محلول جیسا جهش یافته شده و لاک‌پشتا این اتفاق براشون افتاده، در واقع لاک‌پشتا اونجا نبودن و فقط استاد اسپرینتر در معرض اون در واقع مایع جیسا قرار گرفته و خب به اون موش عجیب و غریب تبدیل شده که به خاطر همین دیگه نمیتونسته بره بیرون و همه از اون میترسیدن و برای همین توی توهماتش 4 تا لاک‌پشت جهش یافته مثل خودش رو به وجود میاره تا با اونها تنها نباشه. پس یعنی احتمالاً اون 4 تا لاک‌پشتی که همیشه میدیدیم توهمات استاد اسپرینتر هستن و وجود خارجی ندارن. یعنی این تئوری تقریبا اینو ثابت میکنه. حالا چه دلایلی برای این داریم؟ خب از قضا میتونیم بگیم که زمانی که یک انسان با اون مایع برخورد میکنه و تبدیل میشه به یک موش، احتمال داره که اون روی لاک‌پشت اثر نکنه و خب یعنی یه جورایی احتمالاً فقط استاد اسپرینتر بوده که درگیر این ماده جیسا شده. تئوری عجیبیه نه؟ اگه خوشت اومد حتما چنلم سابسکرایب کن، تو چنلم کلی ویدیو خفن است. لایک هم فراموش نشه.